شرکت سطلون شهر سردان ما در همینجا کار پیسده میکنم من یکمی نویبر رفتم اومدم یکمی نویبر اومدم فیرما پرودوکتی برای چیکار پاتن به سپور هم خیلی زمینه تا به سپور بیو کار سر کردم من رفتم سپوریدم همه کار کردم تموم کردم اومدم کار کردم 2 روز کار کردم خپیدم همه چی فرق بدم خیلی چک سپوریدگی بدم اگزم سپوریدگی بدم اون کاغذ همش بود همش نشون دادم گوش نکردم در همونجا بودن ما را مجبوری همه را امضا کردن گفتن رو چی نکردم من امضا نکردم 3 کس امضا نکردن با ایسرکه کاغذ را تیار کردم با حق و رشد با این هم خیلی ایسرکه بود امضا مونده رفتیم سود سری سود برو آوردن اون کسی را چی خیلی نیستیم و من گفتم که ما همون هست گفتم اینه چی نیست که میشه مونده گذار نکنیم سودا گفت که چی پرابلم من گفتم اینه چی سپردم اینه پشت پاسپورت زدگی اینه یک زمین همش پروستا گفتم بازی نگرفتیم گفتم ما سپردیم کالچار نکردیم او سپردیم پشتیم داد کالچار نکردیم گفتم میگم من فرق ندارم من گفتم پلیورا کار میکنم میگه اوشا ختم میدونه نه سپردم شما در جای کار گرفتن؟ نبود باید بیرون بشید شما گرد نبود در جای کاری همتون در جای کار گرفتن همتون من داره نه که ایدرنی کار نه من هم پیش همون از روسیه همونجا بودم اما من رجیستراسی نکنم حتی ندارم یکی درانه هم شوخوی چی که خودم من دیگه کاری که نخریدم مثلا جوی کار و جوی پاشو نه اونجا نخریدم رجیستراسی ما چه هست نخرید درازی خرید مثلا پیش خود رفتم که نمیشه زیادتر کدام طرف این کار علام‌آور است؟ علام‌آور شما چی تاثیر می‌رسونه که در از پاتن دوره علام‌آور برای شما چی بسیار علام‌آور است برای بودن شما چون اگر نداشته باشم مثلا خلاص مثلا یک متر خیلی مثلا فکر نمی‌کنه این علام‌آور است دیم علام‌آور است که این بیچاره هم اومد و هم پاتن سپورید و هم انتظار بود هم پول سپورید پاتنی با پاتن سپورید پول سپورید این هم علام‌آور است تا ماه دکتر سپورید از این تماما علام‌آور برای چیزی است که بیچاره با پلیس عملیات کردیت گرفتم میگه از توریست اما خیلی است نه کردیت از بانک گرفتید بانک توریست از سومری تلفنی فهمیدست که شما گرفتید شما ما می‌خولاده از وطن پول قرض کردید از همسایه پول کردیم گویی به سوالات مدت ما فروختیم خسته اومدیم حالت که ما گم کرد ادب زن حالت ما میگه که ما دکمنت داریم صفحه پاتروتوی دکور همه قطعه سال هم خیلی ترسیب سال زکمه است ما کار کردیم چور مشکلش ما نداشتیم بپیچیم و همه تو داوود دکور داریم پاتین هر مومس بریم چورا دار تگیستاس دامجوی خوامونی باز کن من تمام یعنی سومونها سایت رو تماشا میکنم شبانه در وقتی بیکاری خود گولوس میگرانت دیگر رو شبایه است نمیشه حالی همین مسئله رو شما در چی میبینید؟ بسیار هست که یک اکسپر میگن شما ندرست است میگرانت ها میبینن سوادی کوفی ندارن دیگر شما در چی میبینید نمیدونم همین نمیبینید شو که همین میلاد سرپناه ندارد همین شما نمیبینید که همین میلاد خودش متحد نیست همین به نظر نمیگیرید وقتی که 4 نفر 5 نفر 10 نفر پسر بچه رو برد در محکمه کردن مولاد شما پولی کار نمیکنن این کارخانه برآمدن لازم نیست نماینده حکومت هم که نمیاد نماینده جامعه باید بیاد دیاسپوراش بیاد همین دیاسپورا باید شده که در ما حالت بیاد چی لازمه برای همین دیاسپورا این هم شما حکومت تاجیکستان بانون دولت تاجیکستان اگر اندوز مسپورید همین حکومت وجود دارد از انداز شما معلم را پول میتن دکترا را پول میتن از انداز شما آرمی را پول میتن از انداز شما میگیرن همین را همین نمیشه در روسیه خودتون کنید برای زنده موندن خودتون نوترسونه شیر بندی خود صحبت کنید من در این باره یکم بار گام نزدیستم ولی پسر بچه رو میگن که 5000 اشتراک میسپرید این پسر بچه بود اگر در مدت 10 روز با این کاغذ برآمده نرود در حالتی قسمی بالایی مراجعه نکردن یعنی میبرن بس کسپرون میپرتن در آنجا زیاده از 2 ماه دیگر میشینن چیکه که ما شخص نزدیک ما وفات میکند 2 روز گیره نولا بکنیم بعد فراموش میکنیم این همون شبانه شما فراموش میکنیم در همون کسپرون خوب است
اینم فراموش میکنه. این حالاتو ما را مجبور میسازد که در قسم ویدیویی با شما صحبت کنیم. اگر ملت تاجیک این آمده است 20 سال پیش و آمدن میگیرد. راهی هست که من در اونجا پول کار میکنم زندگی، لیکن چقدر حقوق خود را محافظت کنم نمیخواهد که گوش کند شخصانی که در بالای شما میخواهند که یک پند و نصیحت به شما کسی نیست بگیرد. همین نشده ایستاده است. اگر از 10,000 تاجیکی در مسکو 100 روبلی سپارند در یک ماه حساب کنید چقدر پول میشه. همون وقتی که شما رو محکم کردن 6 نفر ادوکات 2 تا ویدیو کامera نماینده ژورنالیستا برآمده رفتن و در حیرت میمونن. در حیرت میمونن که ملت زنده بود. او به این نمیشود. شما رو مجبور کنن میبرایتون دفتر می 4200 روبل هر ماه پاتین میسپارید. همون رو دریافت میکنید. 100 روبل یافتن نمیتونید که سپارید که اکا محمدی اینمی کارخانه اومده 50 نفر آدم است. 100 روبل است، 50 روبل است، 200 روبل است، 1000 سوم. همین آینده به همین وقتی که پولی ما را ندادن بر وقت تحت نظارت گرفت ما کار کرده است. اینی که ما رو بردم دیپارتمنت پریود شد. همین ما گفته ایستاده نشده ایستاده است. چی باید کرد؟ گردنتون. چی باید کرد که من میرم بازارها ساختمان‌ها هستن هزاران تاجیکا پارت افتاد نمیگه. میگم مگه نبیو در کار نیست ما دولی نمیتونم نبیو میگم. واسه میگه از اینجا روبر این کارخانه ما رو میگیرد پیش میکنن ما شبونه که جون بریم خواب بکنیم. و روبر کارخانه بعد 2 ساعت بسری تو کارمندان پلیس میبره تو خوی نخوی پیش میکنه. این میگه وقت واسه نامور تو از شما اومدید میگه نسبت ما نسبت آینده ما نسبت امروزه کاری ما در صحبت رسیم این مدام قدر درست نمیافته. ما فقط میدونیم که فقط روبر اگر تا وقت پلیس ما ور نبانده شه ما در همینجا بی نان و بی آب و با دیگر راه زندگی میکنیم نزدیک نشد. اینا رو سود دیدن بردن زیر سود برادر گفت زد من خوازوی ما нас не волнует правильно как пришли так уходите. همین خوازا همشه روزی بعد نظر میگذارن علی ما اصلا دیگه راست میشن اولاداتو تیار میکنن پاگوبا برده سپورید на поле патент سپورید на регистрация продление کنید تا وقتی که هستین از اینجا رفتنتون همین قابضی که سپوریدن بعد سود که همین نقطه که حد اونجا پیشت میزنه شده میکنن همون قطب گرد اونا شما را خواستن 5000 اشتراک کنن انا اینا 5000 خواستن اشتراک کردن ده این 6 ماه دراز میکشد این قابضی که وزه با قسمی بالایی میرود اونا بای دادن باختن هر ماه شما 4200 میسپوریدید هر ماه 2000 میسپوریدید رگیستراسیا این 7000 بود کردیم 6 ماه کردیم 7 بچه 42000 دولت روسیه بای داد با شما در حقیقت میسپوریدید باختن گرفت کاغذ حال میکنن یاردمتون میکنن رفتن میکنن متحد شد متحد باشید من میدونم که در دل شما چه علامه است که رفتن به تاجیکستان دیگه برگشتن نمیشه اینا ممکن که عاقبت در تاجیکستان ما چیکار میکنیم با کجا میریم سرمون در کجا زدیم آینده تاجیکستان چی میشود به فکرتون با فکر من هیچ اونطور نمیتونم وقت دارم یعنی 3-4 سال میرم مکتب بود کردم 3-4 سال میام مسکو میرم پاتین میکنم 3-4 پاتین دارم نمیخواد چک سپردگی دارم امروز خبر داره که زیاده 130 نفر تاجیکستانی در استراخان از پویزدا فرآورده شد حتی در حالت سفر رفتن بلکه اون طرف از این طرف اونا در همون صحرا پرتافته شدن حتی در بینشون مایوبان هستن دخترها هستن زنها هستن اما دولت تاجیکستان باید صدا برآورد باید 10 سال پیش ما جای کاری برای شما میافتیم اگر برای ما روز خنده آور شده است ما را لحظه‌های گورا کرده گردن در روسیه نگاه بزنن شنید متحد شدید این همه ویدیو هست که میزنن چیزی گفته هم کار کنیتون چیز بودیم پاتین 15 پیش شما در تاجیکستان پاتین واسه کردگی همه با 20 پاتین طول میشه رفته گیرید پاتینت گیرید در حالت چک نسپاریتون چک نسپارید برای چی برای سود حالت سود رفته سود اینه برادری ما پاتین دارد این برادری ما پاسپورت زیباترین دنیا را دارد پاسپورت زیباترین دنیا پاسپورت تاجیکستان است اگر این پاسپورت دیگه ملت ها می داشتن این پاسپورت تاجیکستان با فکر میام کس ما را معنی میکنه بلکه ملتش کی است کرغیز
همین بدبختی هم توجیه نوشتگی است میگن. همین نوشتگی نیست فکرم. لیکن همین توجیه گفته میدونه که همین نشانه توشتون است. از روی همین مورد نقص نمیبینم. بزرگترین ملت در دنیا توجیه است میدونید؟ وقتی که بزرگترین شخص در دنیا که ملت در دنیا توجیه است، تمام ملت‌هایی که خود بزرگ هستن ما را با شاطر میزنن. برای که ما تربیت خوب یافتگیم. ما با کلانسولو هستن مهربونی داریم، با کودکان مهربونی داریم. رجیستراسی داره بالا داریم. همه چی داره. حتی کپی وودواره میده کنشه. این است قدر توجیه. شما یاشین، مثلا تا کلانسولو سیگار میزنم، میشینین قطعی معلومه صحبت میکنین، ما با برادر ما صحبت میکنین. ببینید، قاضیتون هم جمع میکنه، تیور میکنه، بخش میمونه، کپی میکنه، تیور میکنه، 3 نفر 4 نفر ادکات. اگه دفتراتو میکنن بعد یاد بردم میسپریم پیچه نمیشون میزنن گشت میگیرن. مرا شما پیچ من بیاد.